انا برای همین برادران از ما باید کوشش بکنیم که این مذهب رو نبرویم، عقیده‌مون رو وایران نکنیم که این خودش کفر است. Да что ты, черт побери, такое несешь? Таджикистан حکومت ما را در چند KGB ولایت از چوت سپاری در ولایت ما مالی سپردیم. شش ماه پیش رفیق افزر گفت از چوتایی که ما گرفتیم 52% از کمیته دین تا وزارت حکومت همین به مذهبا گرفتگی هست. شما بدونید ما گمزمون نمیرسه. این همین سویگه ها و پیشامی و چیل معن کرد حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی وهابی هست. برای 50 و 60 باید حکومت وهابی شید و درونش جاب کرد. یک آدم شش هفت بچه کلون کنه و نصفه در 70 80 بمره و یک بزی سویگه را حق نکنه. این چی مذهب دین است؟ اومده از این سویگه حرام حلال. ای بزی مرده حکومت را عثمانی میشه؟ ارواحا خفه شدن. این یقین بودم که اون مردم میگن خدا زده باش ارواح زده نه. و عقل این طایفه این سلفی وهابی میرن کمونیستا و هر چیز عقلش باشه اون را قبول داره. همین کمونیستای 80 سال حکومت داشتن به خدا بودن. این هم طایفه هست. اینا در روس پیدا شد کمونیست اینها این سلفی وهابی در دولت اسلامی عربستان تشکیل شد. امریکا و انگلیس و فرانسه بر دین مسلمانان نموش بودن سلفی صالح. یک سخن در این کتاب که بسیار عاشق است علی طریقت از صوفیه است و به سمع شما میرسونم چون که امروز روزی روزی نمی دوشنبه روزی وفات قبله‌گاه ما است. اگر ما و تو هم اگر سخن الله رسول رو بگیریم اگر نمیگه گپ میگیم خدا من کاش که مریم بر دنیا با فقط سخن پیغمبر میگم دیگه سخن هیچ مولایشون نمیگم. دروغ میگفتم ای به خاطر دنیا به خاطر جسم کنید نه دروغ میگفتم. آدم خدا ترس نمیگه بگو که بچم من تریاک بالا میکنم کارت نباشه تو هم دامنی ما رو بخوام نمیگه بچم تو با میدی من نشه پیغمبر فاطمه را چی گفت تو دختر جان ما عزیز به خدا چیزی رقم کرد نمیتونم ای مال دیگه چیزی بخوای میتونم. پیغمبر خیلی نگی وقتی ایشونو باز چی میگه کارت نباشه بالا میکنه بالا نمیکنه دوزخ بوده میتونه جنت بوده نمیتونه جنت صحیح داره. سبب وقتی شوره نمی‌ها زنده الله بگو عقیدت زیبا بکن بدعتکاری نکن خرافات پرستی نکن پیر پرستی نکن خدا پرست شو حرام پیر پرستی. پیر ما پیغمبر معلم ما پیغمبر همه چی که پیغمبر گفته حق است یا دروغ میگن گفتی یا دروغ ای پیش خونه یا نه پیدا شده نیست بش صوفیا یهود پیدا شده نیست بش نصارا پیدا شده. این صوفی در اسلام نیست. اسلام هر چی میگه قرآن و سنت. امام اعظم رحمت الله صوفی نبود پیرو قرآن و سنت عقیده زیبا داشت. ای قبر طلب نمیکرد گرد قبر طواف نمیکرد قبر بوسه نمیکرد حرام بوسه کردن قبر پیش قبر مول نمیکش حرام شرک بوله قبر مول کشید شرک. یا دروغ میگن در مذهب امام اعظم هستیم عقیده‌اش نیستیم. اگر عقیده‌اش باشی عقیده‌اش میگه چیز نخور سول نخور حرام خوریه 17 فتوا حرام میگه. برای که عقیده شرمنده میشن مولایشون میگن اگر بگم ما در عقیده امام اعظم بگم شرمنده میشن برای که این فتوا القدیر بینن عبدالمحتی را بینن این فتوا را بینن این روزه مصیبت خوردن حرام میگه چون بدعت قبیحه میگه فتوا قدیر بهترین فتوای مذهب یا با شرمنده میشن یا برای سبب میگن به ما در عقیده‌اش نیستیم ما در مذهب شیم. دروغ رنگ شیعه فریب کنن مردم فریب میکنن چقدر شیعه مردم خمس فریب میکنن سیغه میکنن ایشون مولای بازش نمیخواد دروغ میگن تو که نفسی پلیشون حرام بخورن روزی مرده بخورن چیلو بخورن سولا بخورن. یهود مونده ای نصارا مونده چی بسوار ای مسلمان است. مسلمان چی داره؟ مسلمان نگاه چجان تو جنت می در زندگی شرمنده میکنه پول چه بوسه میکنه پدر شرمنده میکنه در زندگی. همین پدر مادر اعتراضی مون جای تو جنت است. نه اگر نوروز مونده یا فرما گو بو جو دوزخ بچا گو فایده سر نمونه گو سبب فشار شد بنده الله شوید امتی خاصی رسول شوید. اگر الله میپرسه اگر سوال کنه که ای فلانی ما چی کم بودی کردم که تو پیر تومور گرفتی تو رو به تومور آوردی ما دما باور نداشتی
استغفر الله العظیم. پیغمبر خدا چی میگه؟ من تعلق تمیمتا فقط اشرک. من علق شیء وکیلره چیه در بدنت کشور کردی الان یک بار هم طلاق کوخته تو دمو قبوار نداشتی تو کی خدای ما برکور بود کنه نمیتونه کو ما تومور بود میکنه برای میگه پیشم قبل طلب میکنی گورو پیش پیرو داره کو پیرو نام جگری کرد خواه برا چی میگه این گوشم میگه تر بخوتی مولو میگه این قرآن گوه میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی الله میگه فقط پسرت میگریزی دخترت میگریزی ای بچه جونت میگریزی ای پدرت میگریزی این پیرو در کدام کار بجون میگه بچه میگه بندی الله شام الله با شما رحمت کنه